بده میزنیم. جان من بده میزنیم. بده بزنیم بریم دیگه ها. خالی 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 خالی؟ چی؟ یه لایک بکنید، یه کامنتی واسه ما بذارید، یه ذره انرژی بگیریم، بعد بریم سراغ آموزش. خب سلام به همه بچهای تیچگرافی. امروز هم آموزش کشش پیکسلی رو داریم که خیلی الان ترند هم شده و دارن ازش استفاده میکنن. شما مگه دوست دارین عکسای جذاب درست کنین؟ در ادامه همراه من باشین. خب بچه‌ها، بعد از اینکه عکستون رو وارد فتوشاپ کردیم، میایین در قسمت لایه ها و قفل لایه‌تون رو برمی‌دارین. بعد از اینکه برداشتین یک کلیک روی لایه‌تون بکنید تا در قسمت پراپرتیز این گزینه‌ها واسه شما فعال بشه. بعد از اینکه فعال شد، گزینه سلکت سابجکت رو بزنید تا سوژه‌مون انتخاب بشه و با زدن کنترل و J یک کپی ازش بگیرید. بعد از اینکه کپی گرفتیم، برین سراغ ابزار و از این گزینه ریکتانگولار مارکی تول بیاین استفاده بکنین و نصف تصویرتون رو انتخاب بکنین. حالا میتونین از بالا انتخاب بکنین، میتونین از پایین انتخاب بکنین. من از بالا انتخاب میکنم، میام از بالای کلاه سوژه‌مو میگیرم و تا هول و هوش اینجا یه انتخابی رو انجام میدم. بعد از اینکه این کارو کردیم، یه کنترل J دیگه میزنیم تا از اینم کپی گرفته بشه و با زدن کنترل و T میایم از کناره ها تا جایی که کادرمون موجوده این لایه رو کش میدیم. بعد از این کار یک کلیک راست روش میکنیم و میایم فلیپ ورتیکال رو انتخاب میکنیم تا این معکوس سازی بشه. روی این تیکه بالا کلیک میکنیم و میریم سراغ منوی فیلتر و از قسمت دیستورت میایم پولار کوردیننس رو انتخاب میکنیم. این پنجره که باز شد، فقط ببینید که این گزینه ریکتانگولار تو پولار فعال هستش و روی دکمه اوکی کلیک کنید. وقتی که به این شکل در اومد، شما فقط بیاید سراغ لایه ها و این لایه‌ای که الان به شکل دایره هستش رو بگیرید، بذارید زیر اون لایه سوژه‌تون که به این شکل در بیاد. حالا یه کنترل تی دیگه میزنیم و ابعاد اون دایره زیرمون رو با سوژه‌مون برابر میکنیم، میکشیمش تا اندازه سوژه‌مون بشه. حالا من این کار رو زود انجام میدم شما ببینید. بعد از اینکه این کار تموم شد، این تیکه بالا رو بزنید و برین سراغ ماسک کردن و روی این گزینه کلیک بکنین تا ماسک بشه لایه‌تون و برید یه براش مشکی بردارید و جاهایی رو که نمیخواید حذف کنید از تصویرتون. در نهایت اینم میشه نتیجه کارمون. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین و به کارتون بیاد و عکسای جذابی بسازین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.